این دمای آب این ماشین 207 و 206 تولید داخل که نه ترافیک خاصیه نه اتفاق خاصی داره میفته، ولی همیشه دمای آبش یه همچین چیزیه. این دمای آب بالا بودنش هم عمر موتور رو کم میکنه هم عمر گیربکس اتوماتو. الان میبریم یه دونه دیاگ میزنیم ریمپ میکنیم فقط دمای آب و نه هیچ چیز دیگر رو. بقیه کاراش هیچ کاری نداریم، ماشین از استاندارد خارج نمیکنیم. یه 5 6 درجه 7 8 درجه استارت فن دور پایین و فن دور بالا رو میاریم پایینتر که موتور خنک‌تر کار کنه، مناسب با شرایط این ماشین باشه. الان اردیبهشت 32 درجه است، رو کوه هم هنوز برفه تازه، یعنی تابستون دیگه رو 45 درجه تا تو تهران میشه. حالا میایم چیکار میکنیم؟ با دیاگ دما رو میکشیم پایین. یه 7 8 درجه دمای استارت فن رو میاریم پایین، موتور خنک‌تر کار کنه. هم کیفیت روغن نمیاد پایین، هم ماشین واشر سرسیلن نمیزنه، هم گیربکس خنک‌تره. همه اتفاقای خوب تو خنکی میفته دیگه، اتفاقای بد تو گرما میفته. فقط جانم الان درست شد. یه نگاه کردن به این کیلومتر اعصاب خورد کن نیست. دیگه میتونیم از رانندگی لذت ببریم.